در دایره عملیگردانی سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صبح امروز در آرت گالری شهر خوجند دور اول آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من برگزار گردید. آزمون که با مقصد دریافت استعدادهای نو، تقویت حس وطنداری در میان جوانان، احیای هنرهای ملی و رشد ساحه صنعت برآمده شده است، از 8 اپریل سال جاری در شهر و نواحی ولایت سوخت آغاز گردیده اشتراکچیان را در سن و سال از 12 تا 35 ساله فرا میگیرد. 6 طلبه اشتراک میکنند. من طلبای ما جای نمایانگی فقط طلبه مثال با حرکت میکنیم که باید جای ناز سزاوار شود. اساسا منظره های تاجیکستان خود ما، میوه و نباتات های تاجیکستان خود ما، بسیارتر کوه های تاجیکستان. در آزمون جوانان و هنرمندان از روی نومیناسی‌های گوناگون از جمله صنعت تصویری، ژانر رسامی، دیزاین، رکلام، آرایش داخلی بیناها، معماری منظروی، نقاشی، زرگری، کلالگری و دیگر نمودهای صنعت آرایشی عملی محصول ایجادی خود را به معرض گذاشتند. مورد ذکر است که سال جاری با سپارش سرور دولت حجم مبلغ گذاری جایزه ها در آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من 1 برابر زیاد گردیده است. این اقدام به بلند گردیدن سطح اشتراک جوانان و روی آوردن بیشتری آنها به کسب‌های ایجادی مساعدت نموده است. برندگان دور اول آزمون برای اشتراک در مرحله جمهوری راهخط می‌گیرند. آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من یکی از تشبس‌های مهم ملی محسوب یافته در رشد و تقویت فرهنگ معاصر ملی و دستگیری جوانان ایجادکار سهم نظررس دارد.